آقا من این دومین پیروزی خودم بعد از دانشگاه کلمبیا رو به شما و پیشگاه امام راحل تبریک میگم. آقا ما رفتیم ژنو، گفتن کنفرانس تبعیض نژادی منتفی شده. گفتم احمدی نژاد که منتفی سرش نمیشه. تا وارد سالن شدم یهو همه ریختن تو. اون موقع تو سازمان ملل حاله نور دور سرم بود. این بار یک بوی سالن رو برداشته بود که تهویه‌های استکباری هم دیگه جواب نداشتن. من از اونجایی که خودم آدم کمرو و خجالتی هستم اصلا نمیخواستم صحبت کنم، اما اصرار گریه. من خودم تعجب کردم، یه سری اصلا میخواستن خودشون رو واسه من بکشن. بعد همینطور هدایا بود که واسم پرت میکردن، میومد واسم. چیکار دارن اینا میکنن؟ الانم هدایا رو من به عنوان خلاصه سوغاتی آوردم خدمتتون. سیب زمینی و گوجه هستش که پرت میکردن همینجوری. تو فیلم اگه شما نگاه کنید یه سری صندلی‌ها رو هم اصلا اینجوری خالی گذاشتیم. یه 100 و خورده ای کشور خودم گفتم پاشید برید، اصلا نمیخواد تو این جلسه باشید. یه سری هم که اصلا تحت تاثیر حرفای من بلند شدن برن کمربند انفجاری ببندن به خودشون، برن استشهادی. حالا شما تصویرشو ببینید، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی قوقا میکنه. حالا این که من بودم، اگر شما میرفتید چیکار میکردن؟ خیلی متشکرم. تصاویر رو با هم ببینید. من محمود احمدی نژاد امروز اینجا جمع شدم تا دلهای مشتاق شما را در گوتی ارزش‌های امام غوطه‌ور کنم. باشد که امام از این بی‌نژاتی و بی‌بتگی خارج شود. وایسا من صحبتمو شروع کنم بعد شما هدایاتون رو اینجوری برای ما بفرستی. چیکار میکنی شما؟ کجا میزنی؟ بابا کجا میبری این طرفو؟ بذار به یه املت با این رئیس بزنیم. کوچیک رئیس. آقا 2 تا گوجه بده بیاد. گوجه یاش کدوم مره؟ بده خواهش میکنم بده. خیار دادم. خیار سالادی هم هست. آقای قشایی نمکدون بنداز. آقای قشایی قربان تو. نمکدون چی شد؟ یه خیار دیگه هست که داره میاد. خیلی ممنونم. بله خیار سالادی هست. آقای قشایی نمکدون بنداز. دست شما درد نکنه. خیار سالادی فرستادم واقعا. یه دونه بده استوب سینه کنم. یه دونه بده واسه استوب سینه. خیلی متشکرم. بده. خیلی متشکرم. بله آقا اینجوری بهتره ما به جای ریاست جمهوری بریم میدون تره‌وار باز کنیم. توجه فرمایید. مشه این دستاوردهای سخنرانیمون رو ببر بده آقای الهام خانم فاطمه رجبی شام و شبمون رو امشب درست کنن. بله اینو حتما بگیری لطفا. بله من اومدم بگم در شورای امنیت باید یه سری تغییراتی ایجاد بشه. مثلا حق ظالمانه پتو باز منتفی بشه. این چه حقیه که یه سری میتونن پتو داشته باشن اما ما ملافه هم نداریم؟ من از شما میپرسم این نژاد پرستی نیست؟ بنده احمدی نژاد همونطور که از اسمم هم معلوم است ضد هر گونه نژاد در دنیا هستم غیر از نژاد امام شوپر و دوبرمن نژاد. آقا اینا دارن میره کجا میرن اینا؟ آقا متوجه نمیشم. شما برید منم میام. منم اینجا حرفام زیاد مهم نیست. شما بفرم همشو نخورین. دم دست باشین جای مهمش صداتون میکنم. بفرم. بله. آقا شما دم درم داری ما رو تشویق میکنی؟ بله. واقعا چی؟ راسیس؟ نه سوسیس. مخلص رئیس. اجازه بفرم. ما با تورم مشکل اقتصادی ایران رو حل کردیم. امام هم تورم داشت. ما با بیکاری انرژی آزاد کردیم. چطوره در ایران تورم باشه بعد تو کشورهای دیگه نباشه؟ آقا این نجات پرستی نیست؟ اجازه بفرمایید. توجه بفرمایید. بله من الان خونسردم اصلا نکته‌ای نداره. اجازه بفرمایید. بله در واقع چی میگن من نمیفهمم. چه مانیو شربت آلو میارم خدمتتون. یادداشت کنید من میارم خدمتتون. بله شما چی میگیری اون پشت بوم همینجوری داری داد و بیداد میکنی؟ نمیفهمم. آقای متکی این همشیره ما میگه چرا رختامون رو روی بند ایشون بند کردید؟ خب نکنید این کارو. امنیت اجتماعی در خطر میفته. بله من خونسردم. اجازه بفرمایید. بله
میدونم همونطور که همتون دارید داد میزنید من در دل شما جا دارم. مثلا من خارجی هم احمدی نژادم خیلی دوست دارم. I love احمدی نژاد. I love من از بالا خدا میگذم پایین وگرنه احمدی نژاد کجایی من خدا میکشم. خارجی هستم است. نه آقا خواهش میکنم خودتو نکش. خواهش میکنم من دلم راضی نمیشه. شما توجه بفرمایید بعد میگن احمدی نژاد قاتله. در پایان میخواهم آمادگی خودم را برای مدیریت جهان با اتکا به توفاله‌های برخاسته از نظام عریض نژادمدارانه پفک نمکی که امروز در جنگ‌های بزرگ یاخته‌ای متولور شده آویزان کنم. آیا شما مرا به عنوان مدیر کره زمین و سماوات فی‌الارض انتخاب می‌کنید؟ وکیلم بابا. با اجازه مقام عظما بله. افتخار مدیر کره زمین. آقا صدای دست زدن رو ببر بالاتر. صدای دست زدن رو ببر بالاتر. همه بزن همه. خیلی متشکرم.